طبق دستور سپارش‌های راهبرت ولایت سوغ و شهر خوجند همروزه از جانب کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی شهر با همدستی شعبه ریاستی کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گردنی شهر خوجند در کوچه و خیابان، مرکزهای سودا، منزل شهروندان کارهای تمیزگردانی گزارانده شده است. هدف از این چاره‌بینی‌ها پیش از همه پیشگیری از بیماری‌های سرایتی و بهبود بخشیدن به فضای اکولوژی شهر است. چنین تدبیرهای بی‌ضررگردانی نخست در جایهای جمع‌شوی آدمان، کوچه و خیابان، موضع‌های فراغتی، ایستگاه‌های نقلیاتی و غیره گزارانده شده است. همزمان با مقصد عملی نمودن چاره‌های ضد اپیدمیکی جهت پیشگیری انتقال و پیدایش سرایت کرونا ویروس در کارخانه و مؤسسه‌ها کارهای فرماندهی تدبیرهای ضد اپیدمیکی و بی‌ضررگردانی راه اندازی کرده می‌شود. زیرا یکی از تدبیرهای اولین درجه و مهم پیشگیری از ویروس کووید 19 این چاره‌جویی سانیتری اپیدمیولوژی محسوب می‌یابد. مقامات اجرایی حکم دولتی شهر خوجند و توجه شهروندان می‌رساند که با مقصد پیشگیری از بیماری کرونا ویروس ساکنان شهر را ضرور است که از هر وقت دیده در تازه و آزاده نگاه داشتن منزل زیست و رعایت گیگین شخصی مسئولیت بلند احساس نمایند. در این مورد شهروندان را ضرور است که با قاعده‌های بهداشت سلامتی رعایت نموده برای امن نگاه داشتن خود و اطرافیان با حس مسئولیت شناسی چاره‌های پیشگیری گیگین شخصی تازه و آزاده نمودن منزل و مکان کوچه و محله‌ها را عملی و کاملا رعایت نمایند. بدون ضرورت و کوچه نبرایند. برای مردم تاجیک همیشه گفتنی دارم که هم مهنت ما هیکو بیهوده نگذره. اما خانه بشینه دو احتیاط کنند خودشه. مقصد کسل نشویم. باید قید نمود که کارهای پیشگیری کننده تمیزگردانی در حدود دیگر محله‌های شهر نیز من بعد برآمده می‌شود.